تا حالا شده یه چیزی رو بخوای ولی پولشو نداشته باشی، یا حتی پولشو داشته باشی ولی نخوای همه اون پولو یه جا بدی، دوست داشته باشی مثلا یکمشو بعداً بدی؟ خب سرویس BNPL دقیقاً همین کارو میکنه. میگه buy now pay later، الان بخر اون چیزی که دوست داری رو، پولش حالا بعداً بده. چقدر بعداً؟ یه ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه اینها. من امینم و توی این ویدیو می‌خوایم در مورد سرویس BNPL با هم صحبت بکنیم که توسط چند تا شرکت این روزا داره ارائه میشه. آدمای زیادی دارن ازش استفاده میکنن، تبلیغات زیادی داره واسش میشه و خلاصه خیلی زیاد شده. میخوام بگم چه خوبیایی داره، چه بدیایی داره، به چه دردمون میخوره و چجوری باید ازش استفاده بکنیم که ضرر نکنیم، چون خیلی ریسکیه یه جاهایش. ببین کلا BNPL اینجوری کار میکنه که یه سری شرکت هستن که با فروشگاه قرارداد دارن، یعنی فروشگاه در حقیقت با شرکت‌ها قرارداد دارن. تو میری از فروشگاه یه چیزی میخری و فروشگاه از اون شرکت پولش رو کامل میگیره، ولی تو پولت رو مثلا طی 4 ماه به شرکت میدی. اینجوری باعث میشه که تو بتونی حجم خرید بیشتری رو انجام بدی، فروشگاه بتونه بیشتر بفروشه و یه رابطه برد برد این وسط شکل بگیره، هم تو خوشحال باشی هم فروشنده خوشحال باشه. کلا هم BNPL اینجوریه که سودی اونقدر نداره، یعنی مدلش اینجوریه که دقیقاً اگه میخواید که جنس چه میدونم 4 میلیونی بخری، اگه بخواد بشه 4 تا قسط میشه 4 تا قسط 1 میلیون بدون 1 ریال سود و اون شرکتی که داره این پول رو به تو میده که طی 4 ماه ازت دوباره پس بگیره با فروشگاه قرارداد داره و از فروشگاه داره یک کارمزد رو میگیره و درآمدش از اونجاست. و خب برای ما کاربرایی که میخوایم خرید بکنیم خیلی سرویس باحالیه. خوبیاش چیه؟ حالا یه مثال اول براتون بزنم. من چند ماه پیش یه هارد SSD یه ترا خریدم، اون موقع بود 4 میلیون 500 که 4 قسط دادم، میشه یک خورده ای هر قسطش. پیروز اتفاقی رفتم چک کردم دیدم همون کارا شده 7 میلیون 500 و من هنوز قسط آخر اون 4500 رو ندادم و این یعنی که از تورم جلو افتادم. با این اوضاع دلار و اینا که هر روز کالاها یه قیمتیه، من توی قیمتی خریدم انجام دادم، پولش هم کامل ندادم و دارم خورد پرداخت میکنم. از تورم جلو افتادم و خیلی هم حال کردم با این حرکتم، ولی خب همیشه هم انقدر باحال نیست. حالا چند تا دیگه از خوبیاش هم بهتون بگم. یه خوبیش اینه که تخفیفا رو از دست نمیدی. ممکنه اون لحظه پول نداشته باشی، مثلا 10 میلیون تومان نداشته باشی، یه کالای 15 میلیونی رو ببینی تخفیف خورده شده 12 میلیون تومان، 2 تومان داشته باشی، بگی خب این 2 تومان رو میدم، بقیه‌شو 4 قسط میدم، تو مثلا 4 ماه آینده پرداخت میکنم، ولی اون تخفیف اون کالا رو از دست نمیدم. حالا کمپینی یه چیزی اون رو از دست نمیدم. بعدیش اینه که میتونی از تورم عقب نمونی که گفتم. این روزا همه چی داره هر روز بیشتر میشه. تو امروزی که حالا شاید همه پول اون کالا رو نداری میخری ولی بعداً پرداخت میکنی که یه حال باحالی هم داره. و میتونی بودجه بندی بکنی خریداتو. بالاخره یه سری پرداختینا داری انجام میدی، میدونی مثلا آخر ماه یا سر ماه چقدر باید پرداخت بکنی. اومدی مثلا این ماه یه کالای 10 تومانی خریدی، اون ماه دیگه یه کالای 3 میلیون تومانی خریدی، یا حتی کالای 700,000 تومانی خریدی و 4 قسطه شده. میدونی در ماه‌های آیندهت بالاخره مثلا سر ماه 4 تومن باید بدی به این BNPL یا 3 تومن باید بدی به اون BNPL دیگه. یه مقدار بودجه بندی مالی واسات راحت‌تر میشه. نیاز نیست هی فکر بکنی خب الان باید پولشو بدم، نباید پولشو بدم، با چیکار بکنم، الان اگه اینو خرج بکنم تا آخر ماه پول برام میمونه. نه، خیلی برات آسان‌تر میشه این اتفاق و بهت کمک میکنه بگی خب از این ستون تا اون ستون فرج، حالا اگه امروز پول ندارم کالامو میخرم، بعدنی که پول اومد دستم میدم، ولی خب این بعدنه خوبه که کمتر از 1-2 ماه باشه که بتونی پولش رو بدی و بعد نشه واسط. و البته بزرگترین خوبی که BNPL داره اینه که درد پرداخت رو کم میکنه. ببینید کلمه پی با کلمه پین با هم خیلی شبیهن. این یعنی پرداخت و این یعنی درد. همیشه ما وقتی قبلا پول تو جیبمون می‌ذاشتیم و می‌رفتیم فروشگاه پول میشمردیم و میدادیم به فروشنده، این درد پرداخته اونجایی حس می‌شد که می‌بینید حجم پول کم شد. یه دسته اینقدری پول داشتی ولی شده بود اینقدر می‌ذاشتی توی جیبت و حالت خوب نبود با پرداختی انجام داده بودی. یه دردی بالاخره اون پرداخته داره. این درد پرداخت با کارت کشیدن کمتر شد. با BNPL عملاً هیچی شده، یعنی یه بی‌حسی میزنی پرداخت انجام میدی و آخر ماه دردش میاد سراغت. درد پرداخت رو خیلی کم می‌کنه، باعث میشه تجربه لذت بخشی از خرید داشته باشی. خداییش هم خیلی حاده هیچی پول ندی یه چیزی رو بیارن دم خونه به تحویل بدن یا مثلا همونجا تو فروشگاه از طرف بگیری بیای بیرون بدون اینکه یه ریال همونجا پول داده باشی. ولی خب آخر ماه دردا میاد سراغت. حالا از خوبیاش گفتیم، بریم ببینیم BNPL چه بلایی میتونه سر آدم بیاره. یه سری اتفاقات بدم داره که اونا رو هم حالا بهتون میگم. یه اتفاق خیلی 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 بدی که از روز اولی که تو بخوای از BNPL استفاده کنی میاد سراغت، وسوسه خرج کردنه. یه عددی اون بالا کیف پول مثلا اسنپ پی، دیجی پی، تارا اینا داری میبینی
مثلا نوشته 10 میلیون تومان، حتی 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، هر چقدر. بعد هر کالری که میبینی و میبینی امکان پرداخت اقساطی مثلا با اسنپ پی، دیجی پی یا تارا داره، جوری وسوسه میشی، حساب کتاب میکنی برم بدم، من که 5 تومان دارم اینا. و این وسوسه هی همراه تو هست و باعث میشه بعضی از وقتا یه سری چیزایی بخری که میگم مثلا من لازم نداشتم اینو چرا خریدم. اول ماها کلی درد داریم، اون درد پرداخته که بی اس زده بودی در لحظه خرید کلا بی اس شده بود، اول ماه میاد سراغت، یه دفعه میبینی یه بخش اعظمی مثلا از حقوقت رفت، چه میدونم مثلا ایکس تومن حقوق گرفتی، میبینی نصفشو کلا دادی سر قسط و اینا رفت، نصف دیگهش میمونه، حالا تا آخر ماه باید با اون نصف زندگی کنی. یه مقداری اینجا حالتو بد میکنه و چون اول ماه نصف حقوقتو مثلا دادی رفته، دیگه کارهای باحال و ادونچری و تفریحی نمیتونی بکنی، نمیتونی با پول نقدم مثلا بری یه سفر کوچولی برگردی، چون دیگه اون نقدینگی که هر ماه داشتی رو نداری، رفتی قسط بی ام پی دادی و کلا دود شده رفته. البته دود که نشده، یه سری چیزا داشتی ولی خب دیگه یه چیزی که می‌خرید یه هفته باهاش حال می‌کنی دیگه، بعدش اون پرداخت تا 4 ماه بعدش همراه تو هست. اتفاق دیگه‌ای هم که میفته اینه که تو دیگه معتاد میشی به این پرداخت قسطیه، کلا نمیتونی نقد بخری، هم واسه سخت میشه چون اون درده میاد سراغ تو، داستان بی اس و فلان و اینا. همین اتفاق میفته که تو میگی خب بذار اینم قسطی بخرم، اونم قسطی بخرم و این چرخه تکرار میشه، میافتی تو این لوپ. و یه اتفاقی هم که ممکنه بیفته، حالا تو خیلی از کالاهایی که روزمره لازم داریم نه، ولی یه سری از کالاها آره، اونم اینه که انتخابمون محدود میشه و محدود میشیم به فروشگاه‌ها یا کالاهایی که امکان پرداخت اقساطی یا بی ام پی ال دارن. حالا اقساط که میگم به معنی وام نیست دیگه، بی ام پی ال. مثلا میخوای چه میدونم یه کاناپه کوچولو بخری، میبینی که فلان فروشگاه حضوری مثلا کاناپه رو میده به تو 20 میلیون تومان، خیلی کیفیت خوبی داره، از کارش مطمئنی، میشناسیش، ولی همونجا باید نقد کارت بکشی بدی یا نهایتا مثلا یه هفته بعد پولشو بدی. ولی تو فلان یه کاناپه داری که نمیدونی کیفیت متریالش چه جوریه، خیلی هم کاربرا روش نظر ندادن میتونی بخونی، ولی هست مثلا 15 میلیون تومان و امکان پرداخت 4 قسط هم داره. اینجاست که تو محدود میشی و چون اول ماه هم قسطشو دادی، احتمالاً یه مقدار از موجودیت رفته، تا آخر ماه خیلی پول نداری، نمیتونی همونجا اون مبلی که ازش مطمئنی همین خوبه رو بخری، حالا یا اون کالایی که ازش مطمئنی. یه مقداری ممکنه بعضی از دسته‌های کالایی تو انتخابات محدود بشه، اینجوری باشی که خب ای بابا مجبورم دوباره برم تو همین چاه، دوباره بیشتر فرو برم و غرق بشم. البته یه اتفاق دیگه هم که ممکنه بیفته و خیلی بده اینه که اگر قسطتو ندی یا دیرتر بدی، یه مقدار جریمه میاد که حالا جریمه کوچیکه، اشکال نداره، مثلا خیلی زیاد نیست این روزا، حداقل این روزا، ولی رتبه اعتباریت ممکنه کم بشه. رتبه اعتباری رو حالا یه ویدیو میسازم کامل توضیح میدم، ولی دو نوعه. یکیش تو سیستم بانکی کشوره که تمام اتفاقات مالیت، کارتات، خریدات و وامایی که گرفتی، چک، اینا همه رو بررسی میکنه، یه رتبه واسه در نظر میگیره، میگه این آقا مثلا از 1600 تا خوش حسابه، مثلا اگه ته رتبه 1000 میگه به ایشون رتبه 600 ما میدیم و میگیم آقا ایشون مثلا 70% خوش حسابی داره، تو میتونی تا بازه 40 میلیون تومان روش حساب باز بکنی، آقا کسب و کاری که اومدی میخوای از من اطلاعات اینا رو بگیری یا این خانم رو بگیری. و کمک میکنه به آدما که یه رتبه بندی داشته باشن. یه رتبه بندی هم تو خود این شرکت‌های پرداختی مثل اسنپ پی و دیجی پی اینا هست که نشون میده که این آدم سر ماه قسطشو پرداخت میکنه، مثلا میذاره 5 روز بعد پرداخت میکنه، حتی زودتر میده یا اینها، و برای این اساس هم یه رتبه توی اون شرکت واسه تو تشکیل میشه که اتفاقا تو نمیبینیش، ولی خیلی تاثیر میذاره اینکه که ارتباطت بره بالاتر، مثلا آیا اعتبارات جدید به تو بدن، اعتبار بانکی بهت بدن ندن اینها، که اگر مثلا 2-3 ماه پول نداشته باشی یا اتفاقی بدی بعد پیش بیاد، یه سری خرجای ضروری‌تر پیش بیاد، قسطا رو ندی، این رتبه میاد پایین و دیگه بالا آوردنش کار حضرت فیله. یه چیزی هم که بعضی از آدما درگیرشن، تو 2-3 تا از رفیقام خودم دیدم، اینه که خیلی وقتی قسط دارن دیگه خوابشون نمیبره، یعنی میدونه که 6 ماه دیگه قراره یه پولی رو به یکی بده، ولی از الان استرسشو داره و کلا دیگه درگیره ذهنش. این وضعیت ممکنه برای اونها خیلی دردناک باشه، اصلا حالشون بد بشه از اینی که بخوان قسطی خرید بکنن، یعنی درد پرداخت قسطی براشون خیلی بیشتر از درد پرداخت نقدیه. و البته که خیلی این اتفاق خوب نیست، ولی خب هست دیگه واسه بعضیا. حالا چیکار کنیم که تو دامش نیافتیم و بتونیم هم ازش استفاده بکنیم، هم این بلایی که گفتم رو سرمون نیاره؟ باید وسط باشیم دیگه، اون حد وسطشو نگه داریم. چجوری وسط باشیم؟ اینجوری که قبل از خرید یکم تحقیق بکنیم، هم در مورد خود کالا که کالا خوبی هست و نیست، هم در مورد خودمون در مورد اون کالا.
یعنی چی یکم پیچیده شد، یعنی که بدونیم آقا واقعا بهش نیاز داریم یا نه. یعنی مثلا یه کالری می‌بینیم خب باحال دوست داریم داشته باشیم اینا، ولی اگه نداشته باشیم نمی‌بینیم، یعنی زندگیمون مختل میشه به خاطر نداشتن اون کالا. ولی یه وقتی هست واقعا نیاز داریم به یه چیزی، یا مثلا می‌خوایم حتی بیمه بگیریم، بیمه رو می‌خوایم چه قسطی پرداخت بکنیم، بیمه ماشین بالاخره لازمه باشه و جریمه میشه تا اگه نباشه، اون موقع اوکیه. ولی واسه یه چیزی که نیاز نداری یا خیلی بهش نیاز نداری نباید بری سراغ بدهی تراشیدن برای خودت. البته یکی باید اینا رو به خودم بگه. اتفاق دیگه که به تو کمک میکنه بتونی هم از این سرویس‌های اعتباری و اقساطی و BNPL استفاده بکنی و هم خیلی توی این داستان غرق نشی، اینه که یه بودجه بندی درست داشته باشی واسه هر ماهت و خیلی ساده یه جدول درست بکنی، بگی آقا من در این ماه این قسطا رو دارم، ماه بعد این قسطا رو دارم، ماه بعد احتمالاً این هزینه رو دارم، اینم درآمدامه، یعنی اینقدر در میارم، اینقدر احتمالاً خرج میکنم. خیلی نسبیه، شاید دقیق خیلی نتونه باشه، حالا واسه کارمندا دقیق‌تر، واسه آدمایی که بازاری تورن مقدار دقیق نیست. من همین جدول برای خودم دارم، خیلی راحت هر ماه میبینم که چقدر قسط دارم، چقدر چیزی میخوام پرداخت بکنم، چه جوریه داستانم، و بهم کمک میکنه که بتونم یه بودجه بندی داشته باشم، برنامه‌مو بدونم، حداقل استرسی که میخوام بابت بدهی داشته باشم خیلی کمتر باشه. یه کار دیگه هم که خیلی کمک میکنه به این که قسطا رو سر وقت پرداخت بکنی، اینه که کلندرشون بکنی یا یه جایی یه ریمایندری بذاری، بگی آقا من یک مثلا ماه این BNPL رو پرداخت بکنم، دوم اون قسطا دارم، و این باعث میشه که جریمه نخوری. یعنی وقتی از پول داری یادت میره، مشغله زیاد داری یادت میره، یه جایی اگه داشت بکنی، یه ریمایندری، یه یادآوری، یه چیزی بذاری، کمک میکنه که خیلی راحت بتونی پرداختش رو انجام بدی و از جریمه و کم شدن اعتبار اینا جلوگیری کنی. یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره برای اینکه جلوگیری کنیم از اون وسوسه خریده، وقتی میری این سرویس‌های اعتباری رو باز می‌کنی، معمولا توی یه کیف پول دارن یه عدد بهت نشون میدن، میگن این مبلغ اعتباریه که تو داری و میتونی همین الان باهاش خرید بکنی بدون پرداخت 1 ریال. اون مبلغ اعتبارت نیست، اون بدهیه که تو میتونی بخریش، تو میتونی انتخابش بکنی. مثلا اگه نوشته 10 میلیون تومان داری، 10 میلیون تومان پول توی جیب تو نیست، 10 میلیون تومان بدهیه که میتونی در ماه‌های آینده داشته باشی یا نه. یه انتخاب خیلی ریسکی و سنگینیه، ریسکشو برمی‌داری، یه چیزی که لازم داری رو همین الان بخری و پولش رو بعداً بدی، یه 10 تومان بدهی برای خودت ایجاد بکنی، یا نه ریسکشو برنمی‌داری، میگی بذار اون 10 تومان اونجا باشه، اصلا بهش نگاه هم نهاد بکنی. و این یکی از راههای اصلا مارکتینگشونه که اون عدد هر چقدر بزرگتر باشه، ما بیشتر احساس می‌کنیم که خب این پول رو داریم و بیشتر میریم سراغ خرج کردنش و باید از این جلوگیری بکنیم. یعنی باید یه نرمی رو ایجاد بکنیم برای خودمون، خیلی وسوسه نشیم. توصیه خیلی خوبی هم که میشه کرد، خیلی هم ساده است، خیلی هم روونه، ولی اجرا کردنش سخته، اینه که اقساط رو باید تعدادش کم نگه داریم. اگر 20 تا قسط داشته باشی، یه حجم زیادی از استرس رو داری مثل من، ولی اگر 10 تا قسط داشته باشی، احتمالاً استرست کمتره، 5 تا کمتر و همینطور کمتر. یه حد نرمالی اگر از قسطا رو داشته باشی، هم مبلغی و هم تعدادی به لحاظ قسطی، میتونی مدیریت بهتری داشته باشی. حالا اگر زیاد شد و بالاخره خریدات زیاد بود و مبلغی که احتمال داده بودن زیاد، همه‌شو خرج کردی و اینها، چیکار کنیم؟ اتفاقی که باید بکنی که در دکون رو ببندی، دیگه توی اپ نری، بجز فقط واسه پرداخت کردن اقساط. تا وقتی همه اقساط رو پرداخت نکردی دیگه نباید خرید بکنی. خیلی انتخاب سختیه، خیلی کار سختیه، واقعا اجرا کردنش کار هر کسی نیست، ولی اگر این کارو نکنی عملاً میافتی توی دور باطلی که هر ماه هی بدهیات داره بیشتر میشه، لذت نمیبری از پول که داری در میاری. و نکته آخری که باید توی استفاده از این سرویس‌ها رعایت بکنیم اینه که اون مبلغ که داره بهمون نشون میده رو تصور بکنیم، اگر اینو طلا بخرم چی میشه، اگر اینو مثلا فلان ارزو بخرم چی میشه، اگر اینو سرمایه گذاری بکنم چی میشه. ما نباید فکر کنیم این جایگزین سرمایه گذاری کردن، مثلا اگر الان بخریم و از تورم جلو بیافتیم سرمایه گذاری کردیم. سرمایه گذاری جای خودشه، اتفاقا اولا باید وقتی درآمد میاد سرمایه گذاری بکنی، بعد بیا سراغ خرید چیز میذاری دیگه، و اینا جای خودش. اگر اینو جایگزین سرمایه گذاری ببینیم، پولی که میخوای یه جایی اینوست بکنی بیای اینجا خرج بکنی، عملاً پول از دست رفته. حالا هر چقدر کالایی که میخوای بخری با کیفیت باشه، پول از دست میره. خلاصه باید حواسمون باشه که یه مقدار سرمایه‌گذاری رو انجام بدیم، بعد بیایم سراغ اینی که بخوایم اینجا حالا یه سری خریدای دیگر انجام بدیم و با این BNPL خلاصه حال بکنیم. حواستون به جیبتون باشه، به اینی که چجوری خرج میکنید و درآمد دارید و اینها. من تو چند تا ویدیوی آینده هم در مورد این مسائل مالی و عادت‌های مالی و اینجور کارا صحبت خواهم کرد. احتمالاً یکی از ویدیوهاشو دارید این کنارا می‌بینید، میتونید روش کلیک بکنید برید داخلش. و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، سابسکرایب، لایک و واسه یه نفر دیگه شیرش بکنید، خیلی منو خوشحال میکنه. و مراقب خودتون و جیبتون باشید. مرسی.